سلام علیکم. مونده نباشین دوستای عزیز. من تامی باسکیل میبرم گیر به خاطر شما. از اون ما نمایشنامه ثبت میکردیم از کانال هراتبورگ. کانال هراتبورگ فقط نمایشنامه ما زیاده. فقط این علامتک سرخ بغل کلید سعی کنیم همون رو بزنیم، بعد زنگولگک میام. زنگولگی که به گردن شترومونیه همون رو فشاردیم. تمام ویدیوها را از کانال هراتبورگ میتونیم شما مشاهده کنیم. انا همین باسکیل هم به خاطر شما به کانال هراتبورگ خراب شده، اما من از شما خواهش میکنم که تا ما باسکیل تیار میکنم شما تماشا کنیم، بفهمیدیم، سابسکرایب کنیم، لایک کنیم، شیر کنیم. ما وقتی به شما زحمت میکشیم شما 5 دقیقه چند مصرف میشه؟ گردن و من دوری بیا مصرف نمیشه. با خصوصا کسایی که به آلمانیم، به کشورهای خارجیم، امریکاییم، ایرانیم، ترکیه‌ایم، آلندیم، سوئیدنیم، به منطقه بیبیمنیم. بفهمیدیم، خواهش میکنم از شما سابسکرایب کنیم، لایک کنیم، شیر کنیم. کانال هراتبورگ حیات شما نره. تشکر از لطف شما. من میرم که باسکیل تیار کنم. با میام بخیر که با نمایش بابا کسی از اینا نیه که بپرسه. خب تو حال با من سمیت میشه که تو اینا بیا بری ببر. ما چون با پشت آشپزخونه ما چون چه شده بشکسته. خب تو از اول زمستون تمیز فکر نکردی اینا رو، حالا که ببری اینا رو بندازی هوار کنی گردن ما بند مثل بغزالی بری اینا رو یخ میزنه. اپا این چه کش میکنه میره برد کار خور. با خواب که من میگم همه رو یک سنه برد کار بره. چینه چینه دامنه تو را جون مادره، چینه چینه دامنه، چینه چینه دامنه تو را جون مادره. شما من نمیفهم تو چی رقم آدم. بله؟ من نمیفهم تو چی رقم آدم. من هیچی نفهم. هر چی فکر میکنم من نفهمم. خب آدم اومه بچه خوب نقله از افغانستان فعلا هم به هراتبورگ کار میکنم. بله تو همه ریگا سیکو آسمون سیکوشتم آسمون خوبه گرمه افتوه میگو گرمه بلندتر قبضه می نمیشتم سیکو تو اشته و گرمه میبینی؟ خیلی گرمه نیه؟ اما لطفا به 5 پیران مهم بشم. راست میگی. تو 5 من کرتی بگو چپن بگو چی بگو تو با برخو کردی. تو گرمی نمیتونی؟ گردن و بند باشه. اگه من با تو دروغ بگم به سر تو دارم که سر تو بیاک من شلغم نمیدم. امی عیاد مره. راست میگی. باور بگی نمیشه گوشتا جون ببره. راست عیاد مبره یارم من میگم ما چه رسیدی. ما کاش که بیل نداری. بیل که میبینی به تر راست میگی. میگه عقل کمال می یادگیری از نادونا به یادگیر. حالا کم سیکو براره من سیکو تو بیا اینجا استا شو. تو به می آقا خوب مونتا متاسفانه اصولا خوب ولی خواهی گپ بکن میگم اصولا خدای پاک به شما پول بداده اما عقل کمال نداریم. پیار و بچه میفهمی چره؟ آفرین. گفته تو را سیگریت بلا بینم کفن بگردن، کسی به کسی کاری نباشه چایخور بیا پول نبکن. خب ای به کار باشه سبکو شاعرم به منانار بکنیم شیلی بکاریم میان شیلی ها می قره جعله. خب دگه به هراتبورگ برفتی؟ تا تلویزیون هراتبورگ بیا بریم همیتی برنامه نداره نمایشنامه داره که گردن و من کیف میگیری. جدی؟ میری؟ بریم سیکو تو به کدو زمستان روز بدیده که مرتکه سمیتکاری دیشته باشه. شما خاطر که من بیکارم میگیم باشه این مصرف کنه که پولا عدر نره. بیکار نی، ما به او خاطر او کار نمیکنیم. میگو که عقل کمال ما داریم تو نداری. ندارم. بفهمیدی؟ نه
خب ما اینا رو البته یک چیز میفهمه که اینا رو میگن سمت کنی. خود نگفتن که پشت آشپزخونه بشکسته و تعمیریزه. اینا تیار کنه که ما ببرم. ساده خدا سعی کتو اون موقع که هوا کار بود اگه سمت بکردیم بگر 24 ساعت هفته به دست آوی بود او باش میدادیم همون تست یانیه؟ بله خب هنال اگه سمستونه سمت بکنیم که او خداوندی بارش خداوندی بیایه هفته ماسته باشه لیم شنگی خود سمت او بخوره. آفرین ایتا که سمیتار یخ بزنه سمیتار از نودون ببینی به تا کوچه اینا حساب نمیشه. نه دیگه به چی؟ سعی کتو اصلا از من کسی نیه ببرزه تور به دول سیاه خیلی چی کاره. سعی کتو پیش بینی میکنه پیش بینی نفهمیدی مثلا اگه جوش 24 ساعت که سمت کرده باشه دیگه یخ نمیزنه پیش بینی میکنه جوش درست که میبینه که یخبندی و چیزی اینا رو میکشه. تو پس به می فوکس خوب پیش بینی هم بلدی؟ بله خب صبر کن اگه پیش بینی میکنی مادر تو کی به چی خود خدا میده؟ مدر می آه شه 6 ماه بعد میخواد ولی راه دیگه پالی الان خوب آقا میگفتن زودی بیار که بچون فکر کنم ما برعکس داره کنن چی آقا تو؟ بله زیدان که کل خراب شدی نگفتی به من بله بله که بیار تو که من بگم اینا با هم نزنم نه بله که منتظرم کردی نه مایه باشم بابا حالا اگه خلیفه بیان دلبند نمی با آسمون بالا رفته ای بابا شما مطالعه بتا به دیوار چی؟ شما مطالعه بتا به دیوار با کدو دیوار؟ به دیوار همسایه ای خاک من سارا تو هم جاده همی نمونی بابا چرا نمیدونی چه کار میکنی؟ بله که موتر بیرو کردی؟ همه گفتک بیا بریم بیروی شمیر ببریم با چیز ببریم دست شما کمه دیونه میشون آخه تو خر سرچپه یاد نداری سوارشی تو با موتر چه که میبری؟ ما کی گفتن تو موتر ببر برای سودا؟ ما سودا نگفتم ما به سودا شما نگفتیم بوی شیرک خب کلیر بدادم که بوشور نگفتم که بیری کور از طرف آخه تو با کالی زدی میزدی به دیوال همسایه همین گو بیا بریم ما چون پیشو خوب حالا که دم نمیدخونه شیطون میگردید در منزل دست پا خوب هم اینجا تا دم مرگ بزن بیایی بردگه سنگ گیر کردم ماما خدا نه ترسی طور من بیسیر این موتر بیشه لقد مال کنم دورو کنم تا این خطا دیگه از این میشه من لقد بلی میکنم چوب باش اگه تو عقل میدیشتی نمیدیشتی که موتر بیشه بابا من چی خبردانی شما بفهمه شما گفتیم بوی شیرک این با من میگه بیا بریم که این موتر مثل تیاره هلیکوپتر خور میکنه سیکو کی گفت ما این بریم اگه من مرتکه بزیر میکردم خدای نکرده بزیر میکردم مرتکه میمردید اگه چی میگفتم من خور عجله رومه تیر کو که تو نقش زمین نکردم فقط برو عجله رومه من نقش زمین نه پس نه برو گم شو تو یه گوچه بیام چیر نکش بده هر دو تا سرمی خوانان این موتر من چه کار کنم خدا عجب دله به ما داده ترس خدا نباشه ایرم اینجی بیارم به جا جگه میتونم زیر موتر بزنم تا موتر خطا برسینی و از زمین ترنگه سرم بزده سولاخ کرده ای خدا تو رو به قضا و خود گرفتار کنه بلا افتادم خدای عزیزیونه یک بجیبی چه کاره؟ بله چه کاره؟ همین که تو همین تو نگفتی نه به کی گفتو؟ نگفتی سوالش میگیره به من گفتی بود پاک کو مادام پیار خود تو به کلمه بگرد کردی چه کار میکنی؟ خود تو همین ده خدا نه هر دهن ازی بزنی تو مر بزنی؟ بله گپ و موف نباشه که گردن ما بند باشه نیه دلبند تو رو میندازن همینجا گاف ما رو خودی پیاق چکار کنو؟ باید چی گپ کرد باید چی بال بخواد این چی با میکشه گپ و موف بزنه شرم کنیم ایوان کنیم حق همسایه خیلی ببردیم
آخه تو پستا موتر کرنکسی تکه تکه کردی. چند کسی ها؟ اسکه کسی الله نکو که من میگم دور بزنم گناه داره قهر خدا به سرم میآیه. راست میگم. از این بیشتر من نکو اعصاب من خراب نکن. راست میگم. آخه کرنکس تکه تکه شد عمالی 20-25 هزاری به تو من زرمه زدی. خواهد شو اتفاق بالا ریز میکشید موتر غیق میکشید تو ریزه میشه. تایرای چرخ میزد. هیچ کسی کدومه که خب تو چرا ایت اول بری من نگفتی؟ بابا موتر بابا من نگو که موتر چوبش که مگه زنو بابا موتر میشوشته گفت تا موتر پاک کن برای که تا موتر پاک کنی یک بودای موتر بالا خب استکه همین گفته سلیتر دی ریز دی سرسینی موتر گیر کرده به سنگ هرچی چرخ داده موتر تایرای گیز گیز میکنه. بس دیگه دیونه شدم ولی از هر کی راست که میگم. یک پور عقل به سر خود. راست میگم. آخه تو خورتکک نی کارا به چون نادون بیده. آخه تو به کدو عقل خود موتر بزو بلندی بالا که خوب شد من فکر نبزیر نشد. خب مگر عمر خود میرفتی من بس میشیشتی. نه بابا بله. یعنی 200 سال دیگه من عمر دارم مگر 200 سال میشیشتم. خب عقل که داری که خدا 200 سال عمرم به تو بده. آقا 6 متر قد کرده مرگ آقا چو پاشته کرد کل گناه تو یه گوچه بیه کل گناه اینه. خدا شما رو دیونه کنه که بر دیونه کردیم یا اینکه بریم یک خاک به سر خود کنم اون موتر در سرام سایه پس کنم. بابا نیا شامه اشتینی شما بله. اشتینی خوبی آها خوبم. تو همین چی بودی رنگمال بیامده تو نگفتی همینا رنگمال بکش آخه این چی رقم رنگ داده خب ریگا که اونا گفتیم سمیت میکنن دیگه. اون ریگا رو اگه میآوردیم و پنجره میکشیدیم خب اون ریگا برای سمیت کردی بالا با ما چیکار میکردیم؟ راست میگی سرکارگری که تو بشی رنگمالم از این بیتر نمیشه. اصلا من یک چیزی از شما پرسان میکنم ببخشیم دیگه. خواهش هم شخصی که شما باشیم مثلا میگه اختلاطیه خوب میگه گپ بر میخزه بکس و لغت هم از جنگ دعوا. شما با عمر خوب بدیدین که کسی پنجره رگمال کنه رگ بریزه؟ اینا رو میبینی؟ ها اینا نباید معلوم شه وقت رنگ داده. آخه من امروز اول با تو نگفتم همینجا برنا نگو که برفت رنگ مال کار خور جمع کرد حالا با کار دوباره میبه متیار کنی. نه من مایم امتحان کنم که اینا به من رگ اشته پاک میشه رگمال میگیم بکن. تو نمیفهمی تو کار خود خور بکنه. من نمیفهم. خب یکی اینا رو بگفتی به من میگم برو بالا پشت آشپزخونه اینا رو سمیت کنه. خب اینا که همه میشه خدای نکرده یخ بزن اینا رو که همه نودون بیرون میکنه. همین که معلوم میشه او کارم رختونه میشه. نمیشه بابا میجوگا بخون میخون بیا این وقته که سه چوقا به چی بگم بیا سبکو که سزبالیه دم سرخی هرگز سزبالیه آدم کلون خودتو گب میزنه بیا این کارا چیه؟ تو خورته که کی سیکو آخه تا به کی با تو عقل یاد اونه گردن انه خب بله خیلی خوشدارم مینا گپ پر دوشکش بله کوکو من تو ری کنم بازار خوبه باز برات فزبال بده بر یه نه خوبه چشم دستا تو که دیونه شد آنه این پولا رو بگیر به کیسه خوب که اول که چند گم بیه؟ نشه تو به کیسه خوب که گم نشه به نیفهم خب میکنم میشه کیسی مرو بزنم میفته که انیفان تو به تا کیسه خوب که دستمال رنبالی و مکهم کن آفرین کم شد انان خوب شد اینا 10,000 بله 4,000 بده به قصاب به مو مرتکه گروز مامو مرتکه گروز 6,000 دگر هم برو به دکون او دفعه که خودی هم برفتیم به موتر یک بوجی برین بستو روغن بستو خود نوشته کردن که دیشب خب میگم میشه که نوشته و پیش تو با گم شه برام نمیشه اونا رو هم بده انا میرم برو بیارم بده برام کاغذ من رو میز قدیشتی اونا لست نوشته کردم وردا بیار نمیشته دیگه باز همه هلی بگیم مثلا همه چیزایی که بیاد منه دست تو که دیونه خواه شدم همه به کاغذ نوشتیه تو کاغذ در خود پولا ببر باید دست هجی صاحب او خود میفهمه خوب
بفهمیدی بابا جان خب. این هم روش تو باشه که بچه خور خودتو رئی میکنم موتر گیری. من دلجم و تونم که با بازار کوچه رئی میکنم خوبه. ایتا نشه با بری به ای بر بگشتم نه بگم اصلا اگر بده کاغذه به کیسه خوکم برو من کیسه بابا. خود تو باشه بابا همین یک واپلی تیار کنه که بالا بابا شدن بابا رفتن مشکل رنگ بیازو زیاده رو پله هم بگم تیار کنم خوبه تو دیگه برو. خود کله گندی خواهی من بیام آدم اینجا تو به من راه بتراش سر بتراش یا پا مفت نده کارگر میگم کن برو جنجال نکنه مثل بسی دوتا بگم. برار بری خب خلیفه. جان بسی بگیم تی ناسندی مثل مرغی که بال نمیزنه مثل مرغی عکه مثل عکه بری از اون سرک گپک میزنه خدای نکرده ماست کردن با من باشید سه چرخه بزنه گوش خب بگیر دیگه نه. یه خود از اینه بگیم دست خود بده به من دست میگه من. بیا دست خوبه من به میگه بیا دست جلو کورک بزنه نمیگه برو دست خود دیگه به نه. دست دیو بله دست بگی بگیم برو کاغذ بده به دست کاغذ بده دست من. باشه دست بابا دم نکن بده بابا جو دست باشه دیو. دست خب. دستی بله برو آفرین یک خواهش میکنم برو. گردن به من باشه تا دل میگم خوش دارم خاطر خوش دارم از همین پولا سودا نیم کیلو گورم بخو بخرم پول دیگه هم هست بابا پیش تو نیم کیلو گورم برای بستم نه از این چلی پشتره میستم نه برو بر برو شما نمایی چی نه بریم دیگه شما رو به خدا سپردم